این ویدیو در مورد تاریخچه برند نیو بالانسه، برندی که مورد علاقه خیلیامونه. داستانش از سال 1906 شروع میشه. جایی که یک مهاجر ایرلندی که در بوستون آمریکا زندگی میکرده با الهام از سه شاخه بودن پاهای یک پرنده متوجه میشه که 3 نقطه میتونه تعادل بهتری برای پاها ایجاد کنه. پس اولین محصول خودش رو به عنوان یک کفی طبی تولید میکنه و اسم برندش رو نیو بالانس به معنی تعادل جدید میذاره. تا اینکه توی سال 1960 به درخواست ورزشکارا اولین بار اونجا نیو بالانس از کفش‌های ورزشی خودش رونمایی میکنه و در سال 1972 شخص دیگه میاد این برند رو خریداری میکنه و تبدیلش میکنه به یکی از مهمترین و بزرگترین برند کفش‌های ورزشی در دنیا. نیو بالانس از تکنولوژی خیلی جالب و باحالی توی کفشش استفاده کرده. در واقع برای رانینگ و سرعت بهتر از فیول سل استفاده کرده. برای سبکی و نرمی زیره کفشاش از فرش فوم و برای کاهش فشار و ضربات وارد شده به پا از ابزورب استفاده کرده.